خدا نگهبان شما مخلصان عزیز که وقتی خود رو دریغ نداشته ما رو گوش میکنید، توجه میکنید و احترام میکنید و خدا شاهد است که بعداً 2 ساعت و 3 ساعت شبها خواب میکنیم به خاطر اونه که میخوانیم یک چیزی رو برای شما پیشنهاد کنیم تا فایده بر جامعه، بر ملت و دین باشد. چند نامه ها می آید و تصمیم گرفتم که یک نامه رو برای شما قرائت کنم. نامه از پدری بی فرزند. خوب توجه کنید تا شاید در زندگی برای شما یک درس بشود. سلام علیکم برادری راز شنو. نامشان رو مخفی می داریم. زاده ناحیه دنقره، استقامت کننده شهر دوشنبه می باشم. کارمند اداره دولتی ام. 7 سال این جانب عائله دارم، اما با خواست پروردگار عالم بی فرزندم. از روی علم طب زمان و خلاصه پی در پی تشخیصی سبب بی فرزندی همسرم یعنی زنم می باشد. در برابر این همه جانسوزی های قلبم مقصد گذاشتم که از همسرم هیچگاه جدا نمی شوم، هیچگاه جدا نخواهم شد، چون که فرزند نعمت است از جانب پروردگار. در این مدت مذکور تمام راه های طبابتی را استفاده بردیم، ولی تا به حال به نتیجه. همسرم در برابر این مشکلات باز بیماری کسبی یعنی روحی دارد که این هم نگران کننده زندگی هم است. در این مسئله هم برطرفی را انتخاب نکرده کوشش و خرج خود را در شفا یافتنش نموده ایستادم. از فکر زیاد به فرزندی تارهای عصبهای همسرم خسته گردیدم. با توصیه طبیب فرزند خواند قبول کردیم، یعنی کودک گرفتن فرزند خواند قبول کردیم. اسم آن را عایشه بانو گذاشتیم. با صد آرزو و هوس در تربیه آن کوشش نموده ایستادیم. با این همه سرگردانی های زندگی تصور میکنم که زندگی شیرین انسانی را خداوند برایم نصیب گردانیده است. چنانچه در بالا قید نموده بودم، فعالیت کاریم در اداره دولتی می باشد حالتهای رخ می دهد که با سبب زیاد بودن حجم کار بعضی شب به خانه دیر می روم. در این موردها همسرم را دامن رشک فرا می گیرد، اما یگان سخن در این باره از زبانش بیرون نمی کند. حس می کنم که خیال می کند من مقصد همسری نو گرفتن دارم یا نسبت آن خیانت می کنم، اما هرگز نه. خوش به حال این گونه شوهر، خوش به حال این گونه شوی. 7 سال در بین جامعه که هستیم بسیار قصه ها می فهمیم. بسیار عائله ها در دوام 3 سال 4 سال زندگی صاحب فرزند نمی شوند، از هم جدا شده در جامعه یعنی که درد جامعه می گردند. با مردهای بی فرزند گفتنی هم که فرزند نعمت پروردگار بوده از جانب آن هدیه کرده می شود. زندگی خود سنجش خداوندی می باشد. زندگی خود سنجش خداوندی می باشد. خداوند اگر فرزند داد نعمت و اگر نداد حکمت بوده. شکرگزاری آن باید کرد. بنابراین به خاطر
نیافتن فرزند همسرهای خودتان را نیمه راه نکنید که این عمل شاخه های پستی انسانی را نشان می‌دهد. خیر، در آخر گفتم محترم دلاور سفرов، از شما احتراماً خواهش می‌نمایم که این قصه زندگی مرا طریق آینه نیاگون تا همه ببیند، تا حتی همسر ببیند که شاید تسکین دلی دیگر به فرزندها گردد، اینچنین همسر رشکش کمتر گردد. هر آنچه عیان است حاجت به بیان نیست.